اینجا خیلی سرده به خاطر برقی که در اینجا جریان داره. به اون خاطر آمدیم یک جای دیگه تا حداقل موبایل چارج کنیم و بتونیم درس را با شما ادامه بدیم. خیلی خوب، امیدوارم خوشحال باشین و اومدیم دوباره روی دولینگو اومدیم از این قسمت انتخاب کردیم که چیکار کنیم که دویچ بخوانیم یا آلمانی بخوانیم. خیلی خوب، و بریم که بخش گرامر را کم بحث کنیم، یک چند مثال دهیم ببینیم چه خبر است. خب در این قسمت خیلی ساده و ابتداییش است. خب در حقیقت خب گفته که in English we capitalize some word like people's name. In German you capitalize all nouns. یعنی که در انگلیسی ما فقط بعض از لغات را مثل نام اشخاص اونا را ما حروف اول کلان نوشتیم، اما در زبان آلمانی ما تمام نام ها را کلان نوشتیم. مثلا در انگلیسی ما فقط در علی که نام فرد بود فقط آیا کلان میکردیم، اما نام تی مثل چای، کافی، قهوه اینا را ما کلان نمیکردیم. اما در آلمانی همه نام ها از هر جنسی که باشه کپیتالایز میشه، بزرگ میشه. خب این بود دی بخش. خب و ما فعلا فقط چون بخش اول است خیلی چیزای ابتدایی را اینجا میخوانیم و تمام بریم که ادامه شه. خب سکشن من در قسمت سوال پرسیدن این چیزاست. خب ما فعلا اینجا هستیم، شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا میمانم و شروع میکنیم اینجا. خیلی خوب، بریم شروع کنیم و ادامه بدیم. ممکنه کم سر و صدای اضافی هم بشنوین، ببخشید. هلو معذرت میخوایم. هلو صحبت کنیم. اینو اینجا میزنم تا صحبت کنیم. خب هلو متاسفانه به خاطر که در حال ضبط هستم فکر کنم مایکم کار نخواد بکنه. ای وای، اتصالات مشکل داره. هلو بالاخره شد. بله درست، هلو به معنی هلو و هلو انگلیسی و معنای سلام. بریم قسمت بعدیش. خب این بار باید چیکار کنیم؟ این بار فقط ترجمه از رو نوشته کنیم. نوشته هلو کافی پلیز، سلام قهوه لطفا. انگلیسیش و ما در آلمانی باید نوشته کنیم هلو کافی. فکر کنم باید رقم باشه. هلو کافی پلیز، دبل اف دبل ای بیتا. هلو کافی بیتا، سلام قهوه لطفا. چک کنیم درست زدیم. بله. خب بریم پیشتر. Kaffee, bitte. کافی بیتا، قهوه لطفا. کافی پلیز. خیلی خوب. und به معناش میشه and و معنا داره. هلو آلمانی هلو، انگلیسی هل، بالاخره سلام. بیتا میشه پلیز و بالاخره معنیش میشه لطفاً. ملش میشه ملک، بالاخره میشه معنی شیر. Milch und Kaffee, bitte. Milch und Kaffee bitte. Milch, milk, milk and coffee please. شیر و قهوه لطفاً. please لطفاً. milch میشه milk و شیر. and و کافی میشه کافی، قهوه بیتر میشه پلیز.
Hallo, Kaffee und Milch, bitte. هلو کافی und Milch bitte. سلام قهوه و شیر لطفاً. که انگلیسیش میشه hello coffee and milk please. The speaker wants میگه که چی کسی که صحبت میکنه چی میخواد. To look at the menu میگه با قهوه نگاه با منیو نگاه نه منوی رستوران. To eat something else و یک چیز دیگه بخواه بخوره. To drink something بخواه چیزی بنوشه. جواب درست نمیه. To drink something. خب چرا کار نمیاله؟ خب رفتیم پیشتر. Coffee and milk please. Coffee and milk please. خب قهوه و شیر لطفاً. من نوشتم coffee and milk bitte. یکی دیگه هم داره. Coffee and milk bitte. Hello Julia. Hello. Hello Julia. 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 خب Milch, bitte. Milch bitte. Milk please. شیر لطفاً. Kaffee und Milch, bitte. Kaffee und Milch. Coffee and milk. Coffee and milk. قهوه و شیر. Coffee please. Coffee bitte. Bitte. قهوه لطفاً. Milk please. Milk please. Milk bitte. Hallo. Kaffee. Bitte. Coffee please. و فارسیش میشه سلام قهوه لطفاً. Und and و bitte. bitte please لطفاً. hello سلام. Kaffee. کافی قهوه. خب این بخشم تمام شد و فکر کنم 9 دقیقه شد. تشکر که گوش دادین. خداحافظ.